عشقا سلام. شاید باورتون نشه این برداشت شیشم منه برای این ویدیوی معرفی 75 days hard. البته اسمش هارد یا سخته، ولی در واقعیت هیچ هاردی در کارش نیست. کاملا سافته. جذاب. بریم داشته باشیم. 6 تا بند داره، خیلی راحته. 6 تا بند داره. همه 6 تا بند رو قراره 75 روز پشت هم انجام بدیم بدون چیتینگ دی. یعنی این 6 تا بند رو باید تمام روزا اجرا کنیم. فرق نداریم داخلش تقلب کنیم، یه دونه شو انجام ندیم. هر روزی که انجام ندی برمیگرده به شماره 1 و این شمارش 1 تا 75 تو از دست میدی. خب اول از همه خیلی ممنون که ویدیو رو میبینین، حمایت میکنین. خیلی ممنون که لایک پایین رو میزنین و در وسط ویدیو بهتون میگم بعد چی کارو کرد. خیلی عجله نشه، قرار 10 دقیقه دور هم بشینیم گل بگیم، گل بشنافیم راحت. خودمون، من خودم با پیژامه نشستم، نگاه تیشرت نکن، راحت خودمونی. قرار 75 روز یه اکیپ بشیم دور هم عشق کنیم، ما لذت ببریم. میگه عشق کنیم، ما عشق. خلاصه بریم شروع کنیم برنامه رو. 75 روز سخت، یک چالش بین‌المللی که خیلی انجام دادن. سختیش فقط به خاطر این تکرار کردن هر روزه این چالشه. میگن سخته، میریم اجرا کنیم ببینیم سخته یا نه. و دارم همه رو دعوت میکنم. چرا؟ چون یک چالشیه که باعث میشه یک سری رفتارهای بدمون رو ترک و یک سری رفتارهای خوبمون و عادت خوب به دست بیاریم. پس این برای تغییر خودمون و اطرافیانمونه. پس بیاین کمک کنیم که هممون با هم دیگه خوب شیم. یه گروهی هستیم میخوایم با هم بریم بالا. پس بزن بریم شروع کنیم. قاعده و قوانینش رو توضیح بدم براتون. قانون اول مثل همه چالش‌ها غذاست. خب یه رژیمه که خودت انتخاب میکنی. رژیم غذایی نیست که بگم برای لاغریتون شما باید فلان کارو بکنی. نه، یک رژیمی که خودت انتخاب میکنی که چه چیزایی رو از سبد غذاییت حذف کنی. من قرار شکر رو حذف کنم، برنج رو حذف کنم و در حد امکان نون. یعنی من قراره تا جایی دارم تلاش میکنم نشاسته و شکر رو حذف کنم. برنامه من اینه تا این لحظه که دارم ویدیو رکورد میکنم. شاید اضافه بشه تو روزی میخوام شروع بکنم، من با خودم میام جلو ویدیو براتون ویدیو میذارم و بهتون میگم. پس قاعده اول، یک رژیم غذایی که خودت انتخاب میکنی چه چیزی باشه و حذفش میکنی. درست شو، یا اضافهش میکنی. سبزیجات رو اضاف کنیم. آره سبزیجات یه گزینه خوبه، فایبر داره یا همون فیبر داره، برای بدن خیلی واجبه. ببینید پس چیز سختی نیست. قرار نیست دیگه غذا نخوره، نه غذا بخور همونجوری که میخوری روزمره، ولی غذای سالم اضافه کن، غذای بدی کم کن. این یک رژیمه. این هم یه رژیم ساده است، خیلی ساده. پس شد 75 روز. قاعده اول غذا خودت انتخاب میکنی که چه چیزی باشه چه چیزی نباشه. خیلی راحت. گزینه دوم آب. چه آب؟ آره روز 4 لیتر آب بخور. فقط روز 4 لیتر آب بخور. همین. کار عجیب غریبی قرار نیست بکنی. 1 گالون یا 4 لیتر. 4 لیتر آب بخور در روز. صبح که بیدار میشی تا شب که میخوابی فرصت دارین 4 لیتر رو بخور. آب آشامیدنی، آب معدنی، شربت، دلستر اینا حساب نمیشه. نه. آب ساده، آب خالی. مورد سوم ورزشه. ورزش خیلی مهمه. تو روزمرگی امروزه ما خیلی کامپیوتری شدیم، خیلی سریع شده همه چیزو میخوای سریع تمومش کنی بره. یکم ورزش برامون خوبه. 2 تا 45 دقیقه تو برنامه روزانه میشه. 2 تا 45 دقیقه که حتما حداقل یکیش باید خارج از خونه و فضای باز باشه. باشگاه حساب نمیشه، باشگاه فضای بسته است. میتونه یه دونه 45 دقیقه شو در خونه باشه، توی باشگاه باشه. ولی 45 دقیقه دوم شاید اگه دلت بخواد هر دوتاش. پس حداقل یکی از اون 45 دقیقه ها باید در فضای آزاد باشه. پیاده‌روی، دوچرخه سواری، دویدن، بسکتبال، والیبال تو پارک. برو بیرون از خونه. برو تو فضای باز، انرژی بگیر، انرژی طبیعت رو بگیر. برای سلامت روانه و جسمه. پس شد مورد سوم ورزش. 2 تا 45 دقیقه حداقل یکیش خارج از خونه. مورد چهارم برای دوستانی که اهل دلن، الکل. 75 روز الکل خوردن میذاری کنار برای سلامتی روانت، برای سلامتی جسمت. این چالشه دیگه، قرار چالش بکشی. اونایی که الکل خیلی دوست دارن قرار است کار خیلی راحتی باشه، میدونم در جریان هستن، ولی قرار چالش بدی دیگه، قرار خودت تغییر بدی. 75 روز نخور، ننوش. سلامتی جمع قهوه.
قهوه خور نیستم، ولی بعضی وقت دوپینگ رو نیاز دارم. قهوه تلخ، شکر ممنوع دیگه. من قیافم این ریخت به هم دیگه که تلخه. من تلخ دوست ندارم، من شکر خیلی دوست دارم و الان چالش من همینه، شکره. قهوه من تو همین شکره. بگذاریم سر الکل، بریم سر الکل. الکل ممنوع شد برای چند مدت؟ 75 روز. شما حق نداری الکل بخوری دیگه. 75 روز قید الکل بزن، تمام. مورد بعدی خیلی جذابه، مورد من خیلی دوست دارم. مورد 5 خیلی مورد جذابیه، لذت بخش. کتاب و مطالعه. تو زندگی روزمره ما این کتاب مطالعه نیست. من ندارمش، دارم کم. من آدیو بوک گوش میدم. حالا این یک ذره فرق میکنه. از چه لحاظ فرق میکنه؟ این کتاب خوندن یک سری تبصره های زیر مجموعش داره. خب مثلا چی؟ آدیو بوکی که من گوش میدم دیگه حساب نمیشه، چون دیگه آدیو بوک نمیتونی گوش بدی. خب یا ای بوک، همون دیجیتال بوک خودمون که میاد رو موبایلت، یا کتاب کاغذی. ورق بزن، روزی 10 صفحه فقط، روزی 10 صفحه کتاب بخون. اصلا سخت نیست، اصلا سخت نیست. حالا بریم سراغ تبصره هاش. چه تبصره داشت که گفتم این ممکن یه ذره سخت بشه؟ تبصره که داره چیه؟ رمان، کتاب داستان، اون کتابای اشغولانه حساب نمیشه. کتاب درسی، بچه محصلای عزیز، دوستانی که تحصیلن، دکترا دارن میگیرن، اونا هم کتاب درسیتون حساب نمیشه. حالا چه کتابی حساب میشه؟ آفرین، سوال قشنگی بود، جواب قشنگی هم داره. کتابایی که به درد آیندت بخوره. میگن تاریخ خیلی خوبه. من خودم کتاب موفقیت رو دوست دارم. بخوام 2 تا پیشنهاد بدم، پدر بی پول و پدر پولدار رو خیلی دوست دارم. چه کسی پنیر من را جابجا کرد و خیلی دوست دارم، خیلی. و به شدت کسی که نخوندم پیشنهادش میکنم. بحث 2 تا موشه. در همین حد بهتون تقلب رسوندم، بریم بقیه‌اشو بخونیم چه موشیاییه. جذاب داستان دارن ها. ببینیم پنیره رو چه کسی جابجا کرد. اونایی که نخوندن این پیشنهاد میکنم. من خودم خیلی دوست دارم. ممکن نظر بقیه متفاوت باشه. من خودم واقعا یکی از بهترین کتابایی بود که تا حالا خوندم. احتمالاً شروع کنم دوباره بخونمش، خیلی دوست داشتم. خب مطالعه. بند اول آدیو بوک نباید باشه، حتما باید الکتریک بوک یا ای بوک باشه یا کتاب کاغذی. 10 صفحه حداقل هر روز. این مرور میکنم که مطمئن بشم خودم خوب یادم مونده، شما همینطور. کتاب در مورد موفقه باشه، چیزی که برای آیندت خوب باشه. و آخرین قانونش، اگر ای بوک داری گوش میدی، ای بوک میام گوش میدی، ای بوک میخونی، آدیو بوک نه، آدیو بوک حساب نمیشه. ای بوک داری میخونی، مطمئن باشه که گوشی رو میذاری رو حالت ایرپلن مود یا همون حالت پرواز، که کسی نوتیفیکیشن نفرسته، پیغامی نیاد، دایرکتی نیاد، بری تو اینستاگرام مثلا برای مثال 45 دقیقه 1 ساعت غرق بشه دیگه در نیای. پس خواستی ای بوک بخونی، انتخابش به شخصه برای خودته. من خودم کتاب کاغذی رو پیشنهاد میکنم. ای بوک خواستین بخونین، حتما بزنین حالت ایرپلن مود و بتونین اون چند دقیقه که داری 10 صفحه رو میخونی حداقل تمرکز کن روی کتاب. بذار مغزت آرومش از انرژی های اطراف و تمرکز کن روی همون کتاب. خیلی راحت. خب خیلی ساده میریم برای بخش آخر و آخرین گزینه موجود. گفتیم دیگه 6 تا بنده. همش هم 6 تاست. خب پس بریم برای بند 6. قبل از اینکه برام برای بند 6 شما این زحمت بکش، اون لایک پایین رو بکوب. تشکر میکنم. کامنت رو برای منم بذار، اونجا هم تشکر میکنم. اون شیر رو میبینیم پایینه، اون هم بزن برای کسایی که برات مهمه که تو زندگیشون یک تغییر بدن. حتما شیر کن براشون. دعوتشون کن به چالش. قرار با هم دیگه پیشرفت کنیم. من پیشرفت کنم، شما پیشرفت کنیم، با هم بریم بالا. پس حتما شیر کن برای دوستان. و اگر از اینستا منو میبینی، اکسپلور منو میبینی، حتما منو فالو کن و حتما یوتیوب منو سابسکرایب کن. اون زنگوله بغلش هم بزن. قرار هر شب یه ویدیو کوتاه برات بذارم. سعی میکنم مختصر مفید کوتاه بزن بریم. راحت. و کاملا قرار خودمونی باشیم. یعنی بدون تجملات. با پیژامه میام در خدمتتونم.
از اول برنامه تا آخر برنامه پیژامه هستم، راحت، خودمونی. چون بحث افتخار کسب کردن نیست. من قرار نیست چیزی به دست بیارم، من فقط میخوام یک تغییر تو زندگی خودم بدم و تمام کسایی که برام عزیزن، اون آدمایی که برای من عزیزن دارم میخواد تغییر بیاد تو زندگیشون و اونها هم بعد از 75 روز حال بهتری داشته باشن. دوست دارم فقط خودم بهتر بشم و بقیه اطرافیانم کسی برام دوستشون دارم نگاه کنم و ببینم اونو تغییر نکنم. پس من دوست دارم شما هم همراه با من پیشرفت کنید. پس بیاین دور هم، شما منو ساپورت کنید، من شما رو ساپورت کنم و با هم یه گروه تشکیل بدیم و بریم بالا. و این بخش آخر، بخش ششم و آخرین قاعده و قانونش، یعنی آخرین مبحثی رو که باید درش صحبت بکنم، برمیگرده به یک چیزی که ممکنه یکم برای ما ایرانی‌ها یکم سخت باشه، به خاطر فرهنگ توش بزرگ شدیم و اون هیچ چیزی نیست جز عکس. بله، خیلی از ماها از این که جلوی دوربین وایسیم یه ذره کوچولویی هراس داریم، ترسناکه. این قیافه دوربین که عکسم بد میشه، بیا سلفی بگیریم چقدر بد میشه، اینجوری است. آره خیلی اینجوری هستن، من هم بودم. من عاشق اینم که از بقیه عکس بگیرم ولی انقدر بدم میاد یکی از من عکس بگیره. خیلی بد عکسم، میدونم. نمیخواد بگم، این تو دایرکت بنویسی، میدونم. خب عکس چی کاره؟ روزی یه عکس تو یک پوزیشن، تو یک مکان، در صورت امکان. مسافرتی اوکی، یه جای دیگه بگیر. و اگه در توانت آینه خوب داری که رو آینه، اگر آینه تمیزش کن، لکان تمیز ماماسیتا تمیزینا. خیلی خوب، آینه رو تمیز میکنی، یه عکس قدی از خودت میگیری هر روز 1 2 3 4 5 الی 75 که بتونی بعداً مقایسه کنی خودتو با قبلت. این خیلی مهمه. یکی از بندار تو همین عکس رو نگیری، شمارشت از 45 میفته رو 1، از دست میدی امتیازت یا اون رنک تو، لول تو از دست میدی. پس حواست خیلی 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 جمع باشه، عکس رو فراموش نکن. مهمه. الان نمیفهمی چرا مهمه، آخرش میفهمی 75 چقدر اهمیت داشت، چه حال خفنی بهت بده. خیلی انگیزه بهت میده به اون زمان. با من باش. پس چی شد؟ روزی یه دونه عکس از خودت میگیری. خب حالا اینجا من چی کار دوست دارم بکنم که یه کمکی کرده باشم به شما، یه کمکی کرده باشم به خودم، یه دور همی، یعنی گروهی بریم بالا. شما اگر دوست داری میتونی اونایی که میخواد شرکت کنن کلا حتما من دایرکت بدن، چون ممکنه یه گروهی تشکیل بدیم که بتونیم با هم در ارتباط باشیم، همه بتونیم با هم صحبت کنیم، در مورد روزمرهمون بگیم، یکم به هم دیگه انرژی بدیم. پس اونایی که دوست دارن شرکت کنن حتما من دایرکت بدن تو اینستاگرام، خب که من بتونم حتما تو اگر گروهی تشکیل بدم حتما همه رو اد کنم و با هم دیگه در تعامل باشیم. خب بتونیم در مورد روزمره با هم صحبت کنیم و یک کمکی همدیگر رو پوش کنیم، هول بدیم که اون روزمره رو تمومش کنیم، کارا رو استپار انجامش بدیم. خیلی انگیزه‌ای که به هم دیگه مهمه. حالا اون دوستایی که علاقه‌مندن که بیشتر اقدام کنن، یعنی یه استپ هم بریم بالاتر، میتونن هر شب قبل از اینکه استراحت کنن برن برای خواب شبانه اون یه دونه عکسشون و یه دونه متن خیلی کوتاهی که اون روز چیکار کردن برای من بفرستن. من رو کامپیوترم یه فولدر به اسم تشکیل میدم، مخصوص خودت، هیچ کس هم دسترسی نداره جز خودم و خودت. و در پایان 75 روز من یه ویدیو برات آماده میکنم، هر 75 عکس رو میذارم داخلش، بدون گزارش یا همین چیزی برات میفرستم. دلت خواست استوریش کن، نشون بده بقیه تونستی 75 روز رو با چه تغییراتی انجام بدی. تمایل داشتی من استوریش میکنم، تگت میکنم، اصلا پست میذارم تگت میکنم. برمیگه که بعد از 75 روز تو چه برنامه رو پیجم باشم، ممکن استوری ممکن پست باشه و حتما تگت کنم. با اون برمیگه اگه به خودت اجازه بدی، یعنی چیزی نیست که فکر کنم من میذارم، نه، تا اجازهشو ندی من همچین کارو نمیکنم. پس خیالت راحت باشه. برای من مهم اینه که با هم در ارتباط باشیم. وقتی با هم در ارتباط باشیم این باعث میشه که من اگر یک روز خود من تنبلیم شد که امروز این کار انجام بدم یا ندم، تو میای به من دایرکت میدی که آره اریک تو تونستی، من این فلانی کردم، امروز ورزشمو رفتم، امروز رفتم پیاده روی خیلی هوا خوب بود. و من نگاه میکنم دارم میرم بخوابم، هنوز 45 دقیقه پیاده رویمو نرفتم.
میدونی سگ تو ضرر، بریم 45 دقیقه پیاده روی، رکوردم از دست ندم. میدونی همین انگیزه کوچولو باعث میشه آدم انرژی بگیره. میخوام ارتباطه رو برقرار کنم بین خودم و خودت، بین من و تمام کسایی که برات مهمن، بین تو و کسایی که برات مهمن. گروه تشکیل بدیم، یه دونه جمعیت، یه دونه اکیپ، یه جمع خوب به سمت پیشرفت. میخوام با هم دیگه رشد کنیم. پس با من همراه باش، حمایت رو نیاز دارم. 2 تا قانون کوچولو هم هست برای آخرش بهتون بگم. شما از صبح که بیدار میشی تا شب که بخوابی وقت داری تمام 6 تا انجام بشه. به 6 تا به اهمیت بده و هر 6 تا رو انجام بده. از صبح که بیدار میشی تا شب که میخوابی. خیلی راحت. حالا من میگم راحت بعد میری داخلش سخت میشه ها، ولی وقتی توی دلش بری راحت تره از اون چیزی که فکر میکنه، راحت تره. پس صبح تا شب وقت داری. قاعده کلی آخرش اونم این که اگر شما یک روز یک از این موارد رو نتونستی تیک بزنی قبل از خوابت و خوابیدی، فردا از یک شروع میشی. یعنی شماره 1 2 3 4 5 6 75 که رفتی، روز 74م یاد رفت 45 دقیقه بری بیرون پیاده روی، یاد رفت 4 لیتر آب بخوری، 10 صفحه کتاب بخونی، عکس بگیری. روز آخر عکس نگرفتی، فردا یکه، شروع کن از اول. تونستی 75 روز ادامه بده. حالا اضافات حرف. چرا 75؟ یه قاعده وجود داره میگه اگر شما 21 روز یه عادت رفتار رو تو زندگیت اضافه کنی، هر روز یه انجامش میدی. دیگه عادت میکنی که این کار رو انجامش بدی. و اگر شد 75 روز دیگه ترکش نمیکنی. پس ما میخوایم یه سری عادت خوب رو به دست بیاریم، یه سری عادت بد رو از دست بدیم. بای بای. پس بیا به من دایرکت بده، بیا شرکت کن و حتما این پست رو برای کسی که دوستشون داری بفرست. یوتیوب منو سابسکرایب کن، اینستا منو فالو کن. کلی برنامه دارم. این شروع منه و میخوام محکم با هم شروع کنیم. کلی برنامه دارم که قرار زندگیمون تغییر بده و خیلی چیزا قرار یاد بگیرم و خیلی چیزا قرار یادتون بدم. دوستاتون دارم. با من باشین تا درود دیگر. بدرود.